وقتی صفحه کلاج موتورت رو تعویض میکنی ولی هیچ تأثیری توی شتاب و سرعت موتورت نداره، این چند تا مورد رو باید بررسی کنی. مورد اول بررسی خود بچه دیسکه. این نوعیه خود بچه دیسک هیچ خوردگی نباید داشته باشه و اگه دیدید که خوردگی داره حتما تعویضش کنید. دومین مورد همین ورقای آهنی که وسط صفحه کلاج قرار گرفته. اگه توجه کنید دندون‌های ریزی روش وجود داره. اینا ترجیحاً باید باشه و اینکه خود این حالا در واقع پلید نباید لاغر کرده باشه. سومین مورد همین فنرهایی است که وسط دیسک قرار گرفته و به این شکله. به هیچ عنوان نباید خسته شده باشه و ضعیف نباشه و این میتونه خیلی دلیل مهمی باشه. حالا برای اینکه متوجه بشیم این دیسکمون در سلامت کامله، یه تست رو باید انجام بدیم. ببینید این سطح خود دیسک باید از این سطح بالاتر باشه، اندازه یک ناخن. اگه توجه کنید این سطح الان پایین تره، پس عملکرد خوبی رو نمیتونه داشته باشه. به این نکته خیلی توجه کنید. در صورتی که این بچه دیسک کاملا نوه